به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام. با حل تمرین صفحه 25 کتاب شیمی 12 سوال شماره 2 در خدمت شما هستم. برای حل این جدولی که توی کتاب اومده ما به 2 تا فرمول نیاز داریم. یکی فرمول پی‌هاش هست که بسیار هم پرکاربرده، برابر است با منفی لگاریتم غلیظت هاش مثبت، و یک فرمول دیگه که برعکس این هست، یعنی آنتیلوگ میگیره، غلیظت هاش مثبت برابر است با 10 به توان منفی پی‌هاش. حالا از اینا استفاده میکنیم و مسائل رو حل میکنیم. این جدول رو به پایان میرسیم. غلیظت هاش مثبت رو داده 3 ضرب در 10 به توان منفی 9. پی‌هاش برابر است با منفی لوگ. حالا غلیظت هاش مثبت رو داریم 3 ضرب در 10 به توان منفی 9. همیشه برای لوگ گرفتن این توانه مثبت میشه، یعنی منفی لوگ 10 تا منفی 9 میشه 9. درسته؟ حالا لوگ 3 میشه 48 صدم، چون منفی لوگ میشه منفی 48 صدم. 9 منهای 48 صدم 8 ممیز 52 که حالا اینجا رو ردیف خودش بنویسم 8 و 52. توی کتاب پرسیده خاصیت محلول چیه؟ خاصیت محلول اینجا چون پی‌هاش بالای 7 هست، خاصیت محلول بازی هست. پس خاصیت محلول بازی. میریم سراغ ردیف بعدی. همونطوری که گفتم یه فرمول دومی هست که هر وقت پی‌هاش رو به شما داد چشم بسته میتونید به راحتی تبدیل کنید به هاش مثبت. یعنی چیه؟ میتونم بگم غلیظت هاش مثبت برابر است با 10 به توان منفی پی‌هاش، که اینجا میشه 10 به توان منفی 4 به همین سادگی. و البته بازی یا اسیدی بودن محلول رو از روی همین پی‌هاشی که خودش داده میتونیم بگیم که محلول ما اسیدی هست. ردیف آخر. غلیظت هاش مثبت رو داده 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 2. برای پی‌هاش گرفتن به خاطر اینکه از نظر ریاضی راحت تر باشید بهتره که اعشار داخل عدد نباشه و اعشار رو منتقل کنید به 10 به توان. یعنی الان من می‌نویسم پی‌هاش برابر است با منفی لوگ، به جای 1.8 میذارم 18، توان منفی رو یکی بیشتر میکنم به خاطر ممیز ضرب در 10 به توان منفی 3. 10 به توان منفی 3 وقتی میخوام منفی لوگش رو بگیرم میشه چند؟ 3 منهای لوگ 18 رو چطوری باید بگیرم؟ برای اینکه لوگ 18 رو بگیرم اینطوری عمل میکنم، میگم 18 میشه 2 ضرب در 9. 2 ضرب در 9. لوگ 2 میشه 3 دهم. لوگ 2 میشه چی؟ 3 دهم. لوگ 9 هم میشه 95 صدم. حالا چون ضرب این دوتا با هم جمع میشه، چون لوگ ضرب به جمع تبدیل میشه، یعنی 3 منهای 3 دهم به علاوه 95 صدم. 3 دهم به علاوه 95 صدم میشه 1 ممیز 25 صدم. 3 منهای 1 و 25 میشه 1 و 75 صدم. پس پی‌هاش ما شد 1 و 75 صدم. محیط ما اسیدی، چون پی‌هاش زیر 7. موفق و پیروز باشید.